ساعت 4 صبح خبر این جنایت به کلانتری 101 تجریش رسید. بعد از اعزام مامورای کلانتری به محل حادثه در خیابون هدیه، متوجه شدن نیم ساعت قبل درگیری بین 2 تا زن و یک مرد میانسال منجر به قتل شده. با بررسی‌های اولیه مشخص شد خونریزی شدید از ناحیه گوش و بینی باعث مرگ مرد 45 ساله شده. سلام به همراهان کانال سایه‌های جنایت. شما بیننده و شنونده پرونده قتل مرد بن سوار توسط دو جنس‌های تهران هستید. ساعت 4 صبح توی یکی از کوچه‌های فرعی خیابون فرشته، همسایه‌هایی که برای سیگار کشیدن یا از سر بیخوابی تو بالکن بودن، ناخواسته شاهد جنایتی هولناک میشن. دو زن که از 207 سفید پیاده شده بودن با مردی درگیر میشن. از طبقه 4 همه چیز خیلی محو دیده میشد، اما چیزی که واضح بود هیکلای درشت و صدای کلفت اون دوتا دختر و آرایش خیلی عجیب و زننده‌شون بود و هرچی اون دوتا دختر بیشتر داد میزدن، مرد بن سوار خونسرد و بی‌تفاوت‌تر رفتار میکرد. لحظه‌ای که میخواست سوار ماشین بشه، یکی از دخترها یه چیزی مثل قفل فرمون از ماشین آورد و از پشت سر مرد ضربه زد. با همون ضربه مرد روی زمین افتاد و اون دوتا دخترم سوار 207 شدن و فرار کردن. یکی از ساکنین ساختمون روبرو که شاهد ماجرا بود با 110 تماس گرفت. مامورای کلانتری تجریش به محل رسیدن و 1 ساعت بعدم آمبولانس و قاضی کشیک قتل به صحنه اومدن. مقتول به واسطه مدارک شناسایی که همراهش بود به سرعت شناسایی شد. مردی 45 ساله، ساکن تجریش و صاحب نمایشگاه ماشین. خودروی بنزی هم که تو صحنه جرم بود متعلق به خودش بود. تحقیقات اولیه شروع شد. یکی از شاهدا که از ساکنین برج روبروی محل جنایت بود اینطور گفت: در حال سیگار کشیدن و اینستاگردی بودم. حدود ساعت 3:30 صبح بود. 2 تا ماشین وسط کوچه وایستادن و صدای دعوا و کشمکش نظرم رو جلب کرد. حس کردم سوژه خوبی هستن و شروع کردم به فیلم گرفتن با دوربین موبایلم که متوجه صدای کلوف اون دوتا زن و هیکل مردونشون شدم. مشخص بود که دارن به خاطر پول دعوا میکنن. وقتی دعوا بالا گرفت، یکی از دخترها قفل فرمون رو از داخل ماشین آورد و محکم زد تو سر مرد، جوری که صدای ناله مرد بلند شد و همونجا کنار بنز افتاد و دخترها هم سوار ماشین شدن و به سرعت فرار کردن. پلیس با دستور دادستان وقت شروع به بازبینی دوربینای آپارتمان‌های مجاور کرد. چند دوربینی رو چک کردن و نهایتاً از تصویری که شماره پلاک 207 رو واضح نشون میداد به مالک خودرو که شخصی به نام پیمان بود رسیدن که دقیقاً نزدیکی همون منطقه ساکن بود. و بعد از کسب دستور توقیف ماشین چند ساعت بعد پیمان و سوار ماشینش پیدا کردن که اظهار بی‌اطلاعی میکرد و میگفت شب ماشین دست دوست دخترم بوده، ولی نه اسم و آدرسی نه شماره تماسی از اون دختر داشت و موضوع خیلی شک برانگیز بود. صدا و رفتارهای پیمان جوری نبود که نشون بده دوست دختر داره و برای بازجویی به آگاهی منتقل شد. با رفتارهای مشکوکی که داشت تو همون سوالای اولیه معلوم شد پیمان ترنسه. فردی که با اینکه از نظر ظاهری یک مرده، ولی با داشتن ریش و حالت مردونه، با گرایش به زن بودن، تمایل به رفتارهای جنس مخالف داره. با فهمیدن این موضوع حکم تفتیش خونه اون صادر شد. بعد از وارد شدن به خونه پیمان با حجم زیادی از لباس زنانه روبرو شدن و با پیدا کردن لباسایی که بامداد 22 آبان سال 96 تن پیمان و همراهش بود، دید که به ته خط رسیده و ناچار شده اعتراف کنه و همخونه یا دوست صمیمیش آرش که اونم مثل پیمان ترنس بود و لو داد. البته اونی که با قفل فرمون تو سر مرد بن سوار ضربه زده بود دوست پیمان بود. هر دو به اتهام قتل عمد بازداشت و تا زمان برگزاری دادگاه راهی بازداشتگاه شدن. بقیه ماجرا رو از زبون پیمان بشنویم، چیزی که داخل برگه بازجوییش ثبت شده بود. پیمان و رفیقش که هر دو ترنس هستن یه سری مشکلات خاص داشتن. مردایی که دوست دارن با اینجور آدما باشن و با دادن پول با ترنسا رابطه جنسی برقرار میکردن. مرد بن سوار هم مثل بقیه مشتریا یه شب تا صبح با اینا بوده
اما موقع پول دادن امروز و فردا میکرده و سر همین موضوع دعواشون شده. پیمان و آرش که اصرار دارن مژده و هستی خطابشون کنن، ماجرای قتل مرد بنسوار رو از 2 هفته قبل شرح دادن و گفتن ما با تیپ دخترونه و آرایشی که میکردیم و با تجربه‌ای که پیدا کرده بودیم تو بالا شهرها میچرخیدیم و دور میزدیم و میدونیم دیگه کی دنبال دختره و کی دوست داره با افرادی مثل ما رابطه داشته باشه که درونشون زنه اما آلت مردونه دارن. یه شب که با اشکان آشنا شدیم و متوجه شدیم اوضاع مالی خیلی خوبی داره، ما رو به شام دعوت کرد. بهش گفتیم که ترنس هستیم و اونم ازمون خوشش اومد و خواست که بریم خونش، اما هیچ وقت خونه کسی نمیریم، مشتریامونو میاریم خونه خودمون. اشکانم یه شب تا صبح اومد خونمون، هم مشروب خوردیم هم با دوتامون نزدیکی کرد. ما اول پولو میگیریم بعد، اما قرار شد بدون پول بره و فردا تا شب پولو بزنه. ما رو دور زد و خبری از پول نبود. نه اینکه مبلغش زیاد باشه، دوست نداریم که کسی پولمونو بخوره. بعد از 2 هفته که پیداش کردیم هولوش خیابون هدیه افتادیم دنبالش. فکر میکنیم مست بود. بهش گفتیم پولمونو بده وگرنه نمیذاریم بری. اما اون پولی که نداد هیچ، تازه شروع کرد به مسخره کردن و تهدید کردن ما و بی تفاوت میخواست سوار ماشین بشه و بره. میخواستیم ادبش کنیم که بدون پول ما رو نمیتونه بخوره و با ضربه‌ای که به سرش زدیم نقش زمین شد و از بینی و گوشاش خون اومد. ما هم هول شده بودیم، سوار ماشین شدیم و فرار کردیم. بعد از اعترافات هر 2 نفر به اتهام مشارکت و معاونت در قتل عمد راهی دادگاه شدند. خانواده اشکان اول درخواست قصاص داشتن ولی بعد از مدتی سازش کردن و قبول کردن با گرفتن دیه رضایت بدن. متهمین رو بعد از 2 سال حبس به احتساب زمان بازداشت موقت از زندان آزاد کردن. البته اعترافاتشون در مورد رابطه جنسی با مردا رو پس گرفتن چون براشون پرونده لواط باز میشد و حتی میتونست حکم اعدام داشته باشن. ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید. به نظرتون مشکل پیمان و آرش بود که حقشون رو میخواستن یا اینکه اصلا حقی در این مورد بهشون تعلق نمیگرفته و باید بیخیال میشدن؟ ممنون میشم نظراتتون رو با ما پایین این صفحه به اشتراک بذارید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب کنید تا با هم به یک پرونده جنایی دیگه بپردازیم.